وصیت 18، فضیلت ذکر خدا. از معاذ رضی الله تعالی عنه روایت است که مرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم را پرسید کدام کوشش کننده ثواب بسیار دارد؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود آن کوشش کننده ای که ذکر خدا را بسیار نماید. سپس آن مرد گفت کدام صالحان ثواب بسیار دارند؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود آن صالحی که ذکر خدا را بسیار نماید. بعد آن مرد از نماز و زکات و از حج و صدقه پرسید. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود آن عملهایی که ذکر خدا در آن بیشتر باشد. سپس ابوبکر رضی الله تعالی عنه به عمر رضی الله تعالی عنه گفت ای ابو حفص، تمام خیر را ذکر کنندگان گرفتند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند آره. روایت احمد و طبرانی.